سلام درود بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو. من آراز هستم. امروز این ویدیو اومدیم بریم یه مچ بتل رویال و ببینیم که چجوریه، چه انمیایی میفته و اینکه بازی ما در چه حده. چون این اولین ویدیو یوتیوب منه، گفتم یه مچ بتل رویال بریم که شما هم با من آشنا شید هم با بازی من. حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، لایک فراموش نشه و زنگوله بغلش هم بزنید که نوتیفیکیشن اومد واسه ویدیو واسه شما بیادش. و همین، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا بتل رویال شروع شد، مچ استارت شد و ما رفتیم تو مچ. الان بریم ببینیم که اسکینا مردم چیه. حاجی اسکین چیزا رو داره، گردونه چیزا رو داره، اسمش چی بود؟ باشه رو یادم رفتش همین اول بازی همشی رو. خب ما اینو ول میکنیم، میریم اینجایی که سگ نباشه. تو اول لوتمون رو با آرامش انجام بدیم، یه دفعه یه چی نپره وسط صفحه بریم تو خودمون. خب الان بریم اینجا، بریم ببینیم لوتمون چیه، چسمس چی داره. ولی اون چستا رو که دوتا گان دراپ اول تو بهت میدادن خیلی خوب بود، ولی بد شد که واقعا برداشتن. بگم اونا بودش مثلا هر جا درگان درا بود همه میریختن اونجا، اونقدر از یه روازی خوب نبودش، ولی حداقل میتونستی گاندراپ اول تو برداری و اول دوم گان دراب تو برداری و میومدی دیگه کیل میل میگرفتی. و اینجا من یه شاتگان دیدم، اینجا شاتگان رو برداریم. خب آقا آرمارمون نشه، یه آرمار بده به ما. خب آرمار بگیریم، یارمون همین اول ناک شدش. عالیه. اچس رگباری برش میداریم. اینجا هم گانمان هستش زیاد و SMG رو ترجیح نمیدم چون SMG واسه فایت از راه نزدیکه. من از راه نزدیک بخوام انجام بدم همون اچس رگباری هست دیگه، واسه چی باید SMG بردارم دقیقا. خب آقا گانمون رو برداشتیم، بریم که ببینیم چه خبره بیرون. اگه انمی هستش بزنیم و لیتس گو. آقا من ویدیو رو قطع میکنم. انمی اینا دیدم ویدیو رو براتون میارم. آقا انمی این دورو براست، هم شما با بازی من آشنا شید، همین که منو کلا بشناسید، بفهمید من کیم. و اینکه الان اومدم ضبط کنم یا دستم خوردش نمیدارم چرا بازیم، یا اومدم اسلاید برم نشستم، هم کاراکترم خسته که نشده ولی نمیدونم چرا چی شدم، یا نشستم دستم خورد. اشکال نداره، اینجا یه دونه بزنیم ببینیم که بهمون گانمان چیز درست حسابی میده. بعضی وقتا HS میده، برای همین HS مثلا ترجیح میدم. ای بابا اینو نمیخوام، چیکار کنم. خب آقا بریم باز دنبال انمی و کیل مفت بگیریم. البته کیل مفت که نیستش، داریم حق به دست میاریم و لیتس گو. انمی ندیدم ولی گفتم مثل ویدیو رو بذارم که چیشه، شما یه ذره با خود منم آشنا شید، خودمو واسهتون بگم کیم و چیم و اینجور چیزا. یه انمی مفتم که اینجا هستش، ایشالله که حاجی. چرا من یان فکر کردم چی دستمه؟ چرا یان فکر کردم که اچس دستمه و داشتم میدیدم، شانس آوردم که بات بودش و همین اول بازی دارم شما رو خودمو معرفی میکنم که بازیم چجوریه. قشنگ دقیقا همون واقعی هم دارم ویدیو میگیرم بازیم بد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رو گان زدم ولی نیومد. آقا اسنایپ بر نمیدارم، اسنایپ فقط دیل، به جز دیل هیچ چیز دیگه من بر نمیدارم. تکسچر خیلی خفنی هم رو دیل انداختم، خیلی خوشگله، اپیکه ولی خیلی خوشگله کلا اینطوری. من قبلا یوتیوبر بودم، یعنی یوتیوب کار میکردم و نزدیک 200-300 تایی هم چیز داشتم، سابسکرایبر داشتم. متاسفانه به دلایل نمیدونم نامشخصی من خیلی دیر ویدیو میذاشتم، یعنی واقعا نمیدونستم واسه چی ویدیو میذاشتم و برای همین یوتیوب گفتش شما از شدت اینکه خیلی گشادید ویدیو چنلتون رو من چی میکنم، بند میکنم، یعنی بر میدارم کلا، چون دیگه ویدیو نمیذارید دیگه، باز چه علکی بذاره تو یوتیوب.
و گفتم آقا اوکی نه من ویدیو میذارم. اومدم بیام ویدیو بذارم یه فیدم گوشمو برای اینکه خیلی لگ بود رفتم ریست کردم. بعد اومدم دیدم حواسم رمز جیمیل اصلا واسه ببینم رمز جیمیل یادم نیست که. بعد اکانتم کلا پرید و چنل یوتیوبم به فنا رفت و الان من نمیتونستم برم دوباره تو اون چنل یوتیوب. گرچه تو اون چنل من کالا بازی نمیکردم، بازی دیگه ای رو بازی میکردم، ویدیو میذاشتم. ولی دیگه گفتم بذار کالاف بازی کنیم، هم خودمون داریم کالاف پلیر شدیم یعنی کالاف بازی میکنیم، همین که چرا هیچ ماشینی اینجا نیستش، تا دارم میچرخم کورلی. خب بریم اینجا. از شدت ماشین نبودم مجبوریم همینو برداریم بریم. چاپر ماپرم تو را پیدا کردیم برمیدارم حالا. بعد این شکلی شدش دیگه، خلاصه اینطوری شد و منم دیگه ویدیو گذاشتن رو ادامه ندادم، بریم دراپ با هم برداریم. بعد منم دیگه که ویدیو گذاشتن رو چی نکردم، ادامه ندادم. گفتم دیگه آره دیگه حوصله نداشتم تا یه مدت، اصلا دراپ اینجا میادش چرا من رفتم جلوتر. بعد منم آره دیگه ویدیو نذاشتم تا اینکه این چنل رو زدم. این چنل رو زدم این چنل رو زدم و چقدر تاجی وای انمی باشد. ولی خدای نگاه کنید چه لگی خوردم. پینگم انگار پینگ فیکه 50 ولی انگار 200. بابا من مردم. اومدم دارم میزنم رو اچس چیز نمیشه بزنم. طرف نوبستگی بلد نیست شلیک کنه. نگاه کن با چی هم مثلا حاجی گامتیک داره این. بابا گامتیک داره. من گم شو. طرف با گامتیک داره منو گامتیک داره. بعد از شدت نوبستگی نمیتونه راه بره. پینگم داره پینگ فیکه دیگه. پینگ 50 بود ولی الان ویدیو برمیگردونم عقب‌تر میبینید چقدر لگم. حالا خدا رو شکر یکی از یارامون داره تگم برمیداره. بعد برداره من بیام لوس کنم خودمو. بیام چی کنم باکسم بردارم طرفو میام اینجا اگه پیداش کنم البته بزنم جرش بدم. فقط داداشمونم که ترسو بابا نوب سگه فقط کامتیک داره. آها بزن هنوزاده رو. دمت هم گرم. برو سریع تگ منو بردار. تگ منو بردار. اون کمپرم بزن. آها این همونی بود که منو زدش. میگه چقدر نوب سگه. بعد این نوب سگ منو زد سری چی؟ سری اینکه هم دمیج هم کم کرد. کامتیکشو بردار. اسکل گامتیک داره. عجب پلشتلیه بابا. من میام الان خودم برمیدارم. گامتیکشو بر نداشت پشمام. خیلی خوبه. وای این چاپره نیاد اینجا. چاپره نیاد کانش برمیداره بابا. چاپره نه. آها مرض داشتی دقیقه واسه من بیام لوت کنم دیگه. نه نمیرسم آجی ولی بازم تلاشمو میکنم. زورمو میزنم. حالا یه دونه گام بده ما هم دست خالی نریم اونجا یفی طرف بیاد ما رو له کنه. وای لگم آخ لگم به شدت لگم. گامتیکرم بردارم به انمه اصلا نمیتونم استفاده کنم. سرینو بردار اسمجی رو بده. داش وایستا من کجا نمیدونم کجا بود. آها فهمیدم. خدا یه دقیقه دقت کن به اینجا ماشین یا انمی رو میبینی جلوتر میفهمی واسه چی اینو پرسیدم ازت. ولی خدا اینجا ماشینی هست. دیدی بیشرف چرا من واسم لود نه من لفیدم بابا. من یه اسکلم بمونم تو این مچ. رفتم گامتیک بردارم اصلا انمی واسم لود نمیشه. حالا فرض محروم باشد اصلا نمیتونم لود نمیشه طرف. یعنی من الان ویدیو رو اون لحظه استوب میکنم الان تو ادیت میارم دیگه نشون میدم اصلا معلوم نیست ماشین یه دفعه تلپورت شد تو صورتم مردم. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه که امیدوارم خوش نیومده باشه چون هیچ غلطی نکردم تو این ویدیو فقط مردم به خاطر
پینگ خودم و به خاطر اینکه الان پینگم شاید بگه خوبش پینگت خوبه، چرا اینطوری؟ نه پینگم خوب نیست، پینگ فیکه به خدا. الان میبینید پینگم 50 ولی انمی رو میبینم پینگم اینطوریه 200 میشه قشنگ. امیدوارم که خوش اومد باشه. اگه خوش اومد حتما این ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و یه سر به چنلم نزنید، چون اصلا این اولین ویدیومه، واسه چی باید یه سر به چنلم بزنید؟ همین و تا ویدیو بعد. بای.